ریشارد کاپوشورتیسکی در سال 1932 در لهستان متولد شد. او خبرنگار، نویسنده، شاعر و عکاس لهستانی بود. او فارغ التحصیل تاریخ از دانشگاه ورشو بود. در 16 سالگی نخستین نوشته‌اش در مطبوعات انتشار یافت. در 24 سالگی خبرنگار خارجی شد و مدت 25 سال را در آسیا، امریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا در میان شورشیان گذراند. او شاهد ده‌ها جنگ و انقلاب در جهان سوم بوده است که خیلی از آنها را در کتاب همسفر با هرودوت تشریح می‌کند و با اتفاقات روزگار باستان ارتباط می‌دهد. کتاب شاه شاهان وی حاصل مشاهدات او از انقلاب اسلامی ایران بود. او در سال 2007 از دنیا رفت.